با مژده نو و اقبال نو نوروز عالم‌افروز آمد تا به زندگی ما و شما رنگ و بوی تازه بخشد. نوروز آغاز فصل سال را اقدام نکو بخشیده ابتدای آفرینش و احیای زندگی است و در دامن سبزگونه‌اش هدیه‌های روزی مراد و سال پرنشاط می‌آورد. از وحدت و صداقت، دوستی و رفاقت، خیر و سخاوت و فیض و برکت و نور و شفاعت بشارت می‌دهد. دانشجویان و آموزگاران دانشگاه دولتی کلاب به نام ابا عبدالله رودکی جشن نوروز عالم‌افروز را در سطح بلند با تنطنه عیدانه و ذوق زیبای پرستی استقبال نمودند. تمام دانشجویان و آموزگاران در صحن دانشگاه بزمگاه نوروزی آراسته با شعر و سرود، رقص و بازی نوروز عالم‌افروز را در سطح بلند استقبال نمودند. بهاران آمده خوش روز باشید، همه مستی رخی نوروز باشید. عزیزان هر کجا گر زنده باشید، همیشه خرم و فیروز باشید. دی رفته و باز نوبهاران آمد، قاصد بهار لاله و ریحان آمد. یک دسته گل بچین ز گلهای ترش، که این تحفه نوروزی به یاران آمد. دی رفته و باز عید نوروز آمد، با ساز نو و نوای دلسوز آمد. بر کوه و دمن لاله و نسرین رویید، بر کشور ما نور دل افروز آمد. نوروز بیا بیا بهار می آوری، بر دیده و دل صوت هزار می آوری. با ناز و قرار و بیقراری هویت، بر قلب جوانیم قرار می آوری. نوروز بیا با بزم یاران برآمد، چترت شده بر چک چک باران برآمد. گلغنچه تو با زلف خوبان بسته، بر دامن سبز کوه ساران برآمد. آغوش پر از یاسمن، خوش آمدی نوروزی من. آراسته باغ و چمن، خوش آمدی نوروزی من. مهری جوانی میزنی اندر ضمیر قلب ها، با اشوه ها به یک سخن، خوش آمدی نوروزی من. خوشبخت کسی بود که شاد در وطن است، ماننده گلهای بهار در چمن است. از بخت خدا داده بنازد مدام، آنی که سزاوار چنین انجمن است.
ما در جشن فرخنده نوروز شرکت داریم و از غلاغوله دوستان و شاگردان آشکار است که همه یک اوضاع بسیار خوشحالانه دارند. و این به سبب نیست، زیرا این جشن از قرن عصرها تا با ما آمده رسیده است و همه جهت نیکی را که مردم ما در دوام عمر دشوار ولی با برکت خود حاصل کرده است، در همه مسئله های نوروزی، عادت های نوروزی درج یافته‌اند. از طول تاریخ تا به امروز این سند نشان دهنده آن است که در این محل یک خلق بسیار قدیمی صاحب مدنیت بلند زندگی میکرده است و زندگی کرده ساده است. این خوشبخت‌ترین جهت ما هست که در این روز رسیدیم و جالب دقت است که با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این جشن خصوصیت جهانی پیدا کرد. به این سزاوار است زیرا حصه بزرگی خلق ما را در پیشرفت مدنیت و صنعت و اخلاق و سیاست نشان می‌دهد. و از فرصت مناسب استفاده کرده از نام معلمان فاکولته فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیکا و دیگر شاگردانی که هستند خلق بزرگ تاجیک را، بیننده های شما را صمیمانه تبریک می‌نمایم. بخت و سعادت و اقبال نصیب آنها باشد. همیشه سربلند باشید، خوشحال باشید. واقعا هم نوروز یکی از جشن‌های قدیمترین مردم تاجیک بوده. آن زاده خیرت و اندیشه، جهانبینی و تفکر گذشتگان بزرگ ما تاجیکان میباشد. نوروز این تجسمگری نیکی و نکوکاری، بخشایش و مهربانی و سازندگی و بنیادکاری بوده. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان به جشن جهانی تبدیل یافته است. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سال 2010 نوروز جشن جهانی شد. یعنی سازمان ملل متحد یونسکو نوروز را شناختند. در تمام عالم نوروز گزارنده می‌شود. از این رو مردم تاجیک نوروز
همیشه انمی خیلی با یک شکوه و شامات تازه جشن بگیریم. از همه فرصت مناسب استفاده برده همه مردم تاجیکستان با مناسبت همین روز فیروز یعنی جشن نوروز خجستپای از همه میزین تبریک و مبارکباد بنماییم. تجلیل نوروز عالم‌افروز در بهار استقلالیت دولتی بیشک عامل صلح و ثبات، وحدت و یکدلی گردیده عزم و اراده مردم شریف تاجیکستان را در راه بنیاد جامعه شهروندی انعکاس می‌نماید. در تاجیکستان صاحب استقلال نوروز به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافته است و سال از سال شکوه و جمال بیشتر می‌گیرد. نوروز دارای رسم و رسوم و طعام و خورش‌های مخصوصی ایدانه بوده، دانشجویان و آموزگاران با یک مهارت بلند کدبانوگی دسترخوان ایدانه آراستند و طعام‌های لذیذ بهاری را آماده نمودند. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک رمزی بهاره، سومنک زیبی دیاره، شیرای شب زنده داره، ایدی نوروزی مبارک. سومنک رمزی بهاره، سومنک زیبی دیاره، شیرای شب زنده داره، ایدی نوروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک راحتی جانه، سومنک قند دهانه، سومنک حسن جهانه، ایدی نوروزی مبارک. سومنک راحتی جانه، سومنک قند دهانه، سومنک حسن جهانه، ایدی نوروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن خطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. نوروز جشن بزرگی بیدارشوی طبیعت و برابرشوی شب و روز می باشد که هزار ساله ها باز همچون جشن پیروزی، روشنایی بر تاریکی، گرما بر سرما، نیکی بر بدی تجلیل کرده می شود.
ای دختران زیبا نوروزتان مبارک، ای عاشقان شیدا نوروزتان مبارک. بیداری طبیعت بیداری دل ماست، از جمله پیر و برنا نوروزتان مبارک. با شیر و با ترانه با چنگ و با چگانه کرده این بزم برپا نوروزتان مبارک. سوگند به پاکی خمیر مادر، گیریم دعا و دست پیری مادر. راحت بکند دماغ هر خرد و بزرگ از نکهت کلچه و فطیر مادر. با چشم دلت بیا بنانش بنگر، با دیده جان به حسن خانش بنگر. چون بر رخ خورشید سیاهی بدبین، بر نان سفید خاندانش بنگر. خیزند زجا به حرمتش اهل تمیز، کس هستی اینان شود مهیا همه چیز. بوسیده ورا به دیده ها می مالیم، چون حجت تنجی است بر خلق عزیز. نوروز واقعا هم یکی از جشن‌های قدیمی ملی خلقانی فارسی زبان به حساب می رود که در طول هزار ساله‌های تاریخ سرسانی و سرگردانی خلق تاجیک با زحمت فراوان با نرخ جان هزاران هزار فرزندان فدایی این ملت تا به زمان ما بی‌گزند آمده رسیده است که ما از این افتخار میکنیم که اجدادان ما توانستند برای ما چنین یک جشن واقعا هم ارزشمند تاریخی را به میراث گذاشتند. امروز وارثان این خلق شرفمند چون پیشوای معظم ملتمان محترم امام علی رحمان توانستند که این جشن واقعا هم تاریخی و فرهنگی را به عالمیان معرفی نمایند و امروز نوروز عالم افروز خلق‌های فارسی زبان با تلاش‌های پیشوای ملت ما مقام جهانی گرفته است و واقعا هم باید چنین باشد، چرا که جشن نوروز این جشن زنده شوی طبیعت، شکفتن گل و بوته‌ها و حیات دوباره گرفتن طبیعت است که می‌سازد از این جشن قدیمه با افتخار پذیرایی نماید و واقعا هم به فضای امروزه نوروزگاه دانشگاه دولتی کلاب به نام استاد رودکی نظر می‌افکنیم. ما شهامت، شکوه و تمام عنصرهای بر قعر فراموشی تاریخ رفته نوروز را به چشم سر مشاهده می‌کنیم. این از فرهنگ دوستی، معرفت دوستی و واقعا هم آزاداندیشی و زیبایی پرستی مردم تاجیک شهادت می‌دهد. در ایام نوروز مردم به سیر و گشت ایدانه می‌برایند. گلدختران دف نواخته سرودخوانی و رقص و بازی‌های ایدانه می‌آرایند و جوانان به بازی‌های گوناگون ورزشی مشغول می‌شوند. ماهیت این دلخوشی‌ها، سرود و ترانه‌ها، دیداربینی‌ها از آن عبارت است که تمام سال زندگی با فراوانی و خوشنودی سپری گردد. در خوابی شیرین ما چایما میخنده، لبخنده و ما چشم روش ارزنده. هرگاه کی نظر کنم با گوهره و یاری، گوهرش
شبین با چشم و روش زیبنده الاد میگم الیار الاد میگم بچمو الاد میگم دختر جانم الیار 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 الاد میگم الیار اوی چیلی ککی باری ککی مادر مندای الیار اوی دردی دلی ما برای یک فرزندای الیار اوی مردمو میگن بچه چی کار می آیده اوی مردمو میگن بچه چی کار می آیده اوی این لذتی عمری آدمی فرزنده اوی این لذتی عمری آدمی فرزنده. بسم الله الرحمن الرحیم. مبارکی امر خیر تنی صحت دل بیغم. خدا جان کریم پدر مادر چی آرزو هوسی داشته باشه پیش از همه به آرزو هوساش نیکشون برسونه. خدا جان فرزنداشون فرزندای مومن مسلمان بگردونه خدمتگار جمهوری تاجیکستان بگردونه همه اینجا نشستگیان خدا جان به مراد مقصد برسونن آمین الله اکبر. ای نوروزی نوبهار آمد از فصلی بهار اولکی روزی بهار زمینکی گندمدار فیض و برکت بیار بارانکی فیضبار دنیا را تنجی بیار ای الله مهربان دعا به تنجی دوغکی ما شود مسخدار زمینکاتان گندمدار در کنجکای خاناتان گسلا و برای بسیار خدای خداوندا دنیا را کند سیری فریب ارزانی دعا بتیم به بهاری دیگر الله مهربان همه ما را رسول و مهمانان بچینم این چکرک دوغکی ما عالم هوا از گل شد بابی دلی بلبل شد صد چشمه به غلغل شد نوروز مبارک باد بهار آمد گلی سوسن قطار آمد و دهقان وقتی کار آمد بهاری لاله‌زار آمد. با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دستگیری‌های مملکت‌های دیگر سازمان ملل متحد قرار قبول نمود که نوروز عالم افروز همچون جشن بین المللی اعتراف گردد. این تصمیم از آن شهادت می‌دهد که در قطار دیگر ارزش‌های مقدس ملی ما نوروز فرخنده که از زمان‌های شاه جمشید سرچشمه می‌گیرد به خزینه بای غنی تمدن جهانی وارد گردیده آبروی وطن عزیزمان تاجیکستان را در اقصای عالم بلند بردارد. نوروزتان خجسته باد هموطنان عزیز.